استاد چند مصلحت شما برای سراینده جوان؟ خب بسیار سوال مبرم است. من میخواهم که دائم در تکاپوی ایجاد باشم و تازه ایجاد باشم و جوانان ما به شک میتوانم گفت که ایجادکارم و اگر دست اندرکاری کنم انشاءالله من هم دعا میدهم و هم کمک رسانشون میشوم که در بابت هنرشون سهم داشته باشم. دولت نظری چی را قبول ندارد؟ دولت نظری اول اون چیزی که در هنرمند و اینکه همچون شخصیت قبول ندارد یعنی وعده خالی و تکبری و کمی منمانی ها. از این چیز خودم رو کنار میگیرم برای که ضد ندارد برای هنرمندی که مثلا دائم در بین خلق است، دائم با خلق فراز باشم، با خلق مفرح باشم، با خلق سرفراز باشم و وصاف وطن باشم و تمام سرود ترانه‌های خود را هم برای وطنی عزیزم و برای تاجیکستانی‌های نزدیک خودم مثل تحفه داشته باشم. آیا استاد دولت نظری آشپز خوب هستند؟ بله من بسیار با قبل خوردنی را دوست می‌دارم و دسترخوان فرنوز و نعمت را دوست می‌دارم چون وطن ما خود مهمان دوست است. در روی میز هر یک شخص وطنی ما از نان سر کرده تا گندم تا جوین و تا همه اون چیزی که در ملت ما چی هسته چی میگویم انا وابسته به خاندان و به همون بهش هست. من گفتن خاموشگاه رو دوست دارم. همین خاموشگاه چون در همش همونجا همه چیز رو دارد، همه چیز رو میدازی مزه میگیرد. به نظر من که برای تن جان خود رو بسیار خوب نگاه داشتن خاموشگاه خوبتر است. باش کمی وزنین است خوردن است اما باش رو میتوانم از اقداش میبرم.